بچه ها خوش اومد به کانال من و اولین ویدیوی کانال من. آقا برای آشنایی با کانالم اومدم توی ماینکرافت و از ارتفاعاتی که خودم هم نمیدونم و بلاک گذاشتم فقط اومدم بالا. قراره کلاش کنیم که روی هر کلاش 3 تا شانس داریم که اولیش لدر که من واقعا اصلا با لدر بلد نیستم کلاش کنم. بریم ببینیم میتونیم کلاش کنیم یا نه. آقا بریم ادامه. واقعا من تا حالا با لدر کلاش نکردم، برام سخت حتی از این ارتفاع کم. آجی من چون میدونی موسم میفته رو به پایین نمیتونم، اگر نمیتونستم راحت بود باسم. 1 2 گذاشتم یس. آجی گذاشتم کلاش اولمونم تموم شد. بنداز بره. این کلاش دوم بریم. برامون چی گذاشتم؟ بگم کلاش دومی آسان تره یا سخت تره؟ منتظر کلاش آخری باشین که خیلی ارتفاعش بالاه و خودم اصلا نفهمیدم. وایت با تخت آجی ساده تر هست ولی خب نصف قلب میره. اینو شبیه این از کلاش تخت چی میخوای؟ و آخرین کلاچ که همین قدر که میبینید تهش نیست. هایستید برم بهتون نجوم بدم. 3 ساعت طول میکشه. برای اینکه نگید کریتیو کردی و ارتفاع رو آوردین پایین دیگه جرد منو بکشید. من نمی ویدیو رو استوب نمیکنم بابا. نه استوب میکنم و مثل از این سر بیرم. خب آقا اومدیم بالا. کلاش بعدی رو آب بودم. خیلی ساده استش. وای راسید مجازات این چالش هم فیس ریویل ها. یا اول فصل برو بریم. برو وای سخته. اوجی تونستم. یس. برای این ویدیو ساب کن. خدافظ. بچه ها خوش اومد به کانال من و اولین ویدیوی کانال من. آقا برای آشنایی با کانالم اومدم توی